ما فهمیدیم که شما در یک اویله 5 معیوب دارین. اینجا 4 معیوب ای کوپا جان. یاتش گذاشتم. پدرتون هم به نزدیکی گذاشت. در خونه یگان کارگر ندارین اپا جان. شرایطتون به نهایت وضعین. این خونه دارشون ببینین چقدر وضعینه. اپا جان ما در خبر رفت که شما هم خیلی حالتون وضعینه. مهاجرا همین را در شما روان کردن. در حقشون یاد دوام میکنه همه کسا. این دمی خونه خواه یا؟ خواه دیارم خواه. این کسالی چی های مکی جان؟ این روح حیا. یکیم گرپای بود. این خونه هاتون هم شکسته رفته است یا؟ نه اونجا خونه کرده است. دو تا معیوب در یک خونه مکی جان. او شب روی روحی دارن؟ این چندم گروپ های؟ یکم. هر دوش یکم دوشم. درسته دیدگی همش دیدگی. دوشم بیدوخت. شما پیر و کم پیر؟ برادران و خواهران گرامی، اویاکس ما 24 ساعت در خط علاقه است، 24 ساعت در خدمت است. انشاءالله من امور اویاکس را میمونم. کسایی در بلیط در کار باشد مرحمت بلیط خریداری کنید. انشاءالله که هر یک برادر و خواهری که از اویاکس ما بلیط خریداری میکند ما یک مقدارش در کارهای خیر صرف میکنیم انشاءالله. الله از سرکتش ما راضی باشد. و بیبی کلام بیبی جانو ای بچه‌تان حساریف جورابک معیوبی گروهی یکم بیماریشون چیه؟ روحی موسمی این شما همه چیزا را یکم را همه چیزا را همشه بیبی جان برای شما مهاجرا روان کردین. ای خودی مسکو مهاجرایی که دور ای وطنن دور ای اپا و چا و زن و گودک شما در حق حمایت دوام میکنه؟ دوام میکنه. پروردگاری کریم دولتدار شو کنه بچه‌دار شو کنه. پروردگار همه آدمی کردگیش قبول کنه. حضرت پروردگار دادم عمری درستیه ختم عمری درستیه. بسم الله. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ انشاءالله الله حفظتان کنه. مردم و خواهران گرامی، در یوان این هفته با 50 اویله کمک کرده شد. الله از سر شما راضی باشد. 50 اویله‌ای که حقیقتا احتیاج به کمک ما و شما داشتند. مردم و خواهرانی که در همین اقدام با ما هستند دستگیری میکنند، لایک و کامنتاری و نورو را به دیگران روان میکنند و کمک خودشون در اقدام میدارند. الله از شما راضی باشد. مردم و خواهران گرامی، ماه شریف رمضان هم آمده است. در این ماه شریف رمضان هر یک برادر و خواهر را دعوت میکنم به کار خیر. از هر یک برادر و خواهر خواهش میکنم که چقدر میتونه 10 روبل 20 روبل 100 روبل 500 روبل قدرت به توانایی و ما میتونیم به همین اقدامون یک عائله را شاد کنیم انشاءالله. فروف ایمان شما عائله شونه نپا جانو یا معیوبی گروه یک شما هم معیوبی دارین نه کوچکاشون چرا خونتون خسته راه گشتن میتونه نپا جانو برو راه گردین میگردن پوچون برم ها چیاق دارم چیاق کوختی میگردن چیاق دارم خاطر میگردن گرفتار بیماری چی نکرد کسلی قند یا پوچتون بریده پرتفتگی نه یک پوچه دارین چند سال شد طولی چند سال این خواه 2005 آخرای ماهش بود نوامبر دسامبر آخه کسلش نه خورفته نه باز مهاجرا برای شما برای رمضان فروکا و مایده چایده روان کردگیان در حقشون دوگو باشن اکا جان ما جنگیف احتم اکا جانا چی کسل شما؟ قند کسل قند یا پوچه اکتون نیسته خوب اکا جان شما در خونه قطعی اویلتون هر درکتون تو زندگی میکنه نه اکا جان همه چیزا را مهاجرا در شما روان کردن در حق همه دعاگو باشین هر وقت که مثال نماز میخونه همیشه در حقشون دعاگو باشین بخوری و سنچگو اپا جان شما مادری تنها یک تا دخترک دارن دخترکتون اویله داره جدا زندگی میکنه شما در همین خانه طبقه زندگی میکنه شرایط زندگیتون چه خیلی اپا جان؟ شرایط زندگی در اینجا کار نمینم من رئیسیم حالا وقتی کار نداریم من تنه هم سلامتیم کنه مجید چی میشوین شما اپا؟ اویله شونه نو؟ چند سال شد شوهرتون آخه بموره؟ چند سال شده همه چیزا را مهاجرا روی کدگن از سبب که برای خسته اینجا اومده نمیتونه در حق همون بچه ها دعاگو باشین همه وقت این کس فریدونی محمد رحیم شما چی میشه اپا جان؟ مادرش شما مادرش میشین معیوبی گروه چنده؟ یکم معیوبی گروه یکم اویله دارن صاحب چند؟ 2 فرزند
Oilashon ham kam kam mayli دارن با دا oila به غرض oila یا با که مایو دخترم دختر جدا شدگی اشوف جدا شدگی دو کودک دیگه داره جان شما آرزو بکی فرقتن در کدام بازار ارو بکشن نکه همه چیزا را در شما مهاجرا روان کردن نکه جان داغشان دعاگو باشین مایلش در نمازاتون دعاقشان دعا کنین نکه جان رحمت و دولت ما اپا جان شما شوهرتون بیماری چی اپا جان بیماری روحی بچه ندارن که مثل شما را خرانه پشونه بچه‌تون در دیگه جون زندگی میکنن در خونه‌تون کی کار میکنه اون کس کار نمیکنه زندگی را چه پیش بردین اپا جان نمی 100 بار شکرانه خداوند دو دست دایم یاردم کرده با کمک خش تبار ها همه چیزا را در شما مهاجرا دادن اپا جان در حق همو در نمازاتون دعاگو باشن اپا جان هم فقط همه چیز شما در مهاجرا رای کردن در نمازاتون در حقشون دعاگو باشین الله پای قیمت بیم شوهرتون بیمارون شما بفرزند من بیمارم خودتون درمان چند سال سو میشود درماندم کسلی نه 4 مرتبه اپراسیون خوردم اما جون درمان اون اینوالیده کودک نداره تماما 20 سال میشه تو اینو فرزند ندارم برای خاطر هم دی فرزندی خواهدیم کشه و شوتون هیچ کار نمیکنه ها؟ نه هیچ کار نمیکنه نه چشما شپیرش کرده با شما را که میخرونه زندگی را چه پیش میبره؟ زندگی مون خیلی که می خلق یاردم میکنه خش تبارو چیزی باشه نگاه مون همه چیزا را مهاجرا غریب بچه ها روی کدگیان و دایم ای مادر و فرزند پدر اما دور وطن شما در حق ما دعاگو باشین اپا جان دوام پروردگار هزار جون شکر برای کار شکر تنی ساعت شکر خداوند دردگاه ما نبینه تنی ساعت شکر در جای باشه پروردگار نگهبان شکر برای کار شکر خداوند ای فرزنداشون سیر شکر دولتشون افزایش کنه برکتشون بسیار خداوند کریم ای امر جونشون امیدشون پر کنه بیا ما فهمیدیم که شما شوهر نداره یک تا دخترچه در بسیارتون داره شرایطتون به حد وزبین نه ای کسل خسته نجوگا هیچ کار نمیکنین همین چیزا را در شما مهاجر بچه هایی که دور ای وطنن دور ای پدر مادرن همه ها روان کردن داغشون دعاگو باشه گلی با ما فهمیدیم که شما به حد شرایطاتون وزبینه همگی یک تا دخترچه داریم و همه شوهرش جدا شده در یک خانه زندگی میکنید همین چیزا را شما در مهاجرا روان کردن همیشه در نمازاتون در حقشون دعاگو باشه صفالوف محمدی اکا جان شما چی بیماری نکرد؟ پریپات میخرپتون ها شرایطون وزبینه هیچ که در خانه کار نمیکنه مایو گروهی چند نکه؟ مایو گروهی دو در جان شما پسری همی کس یافتلازاده امریدینه پدرتون چی کسلی هم؟ بیماری روحی مادرتون؟ از دنیا گذشتگی شما از شرایطتون به نهایت وزبین هستن همین چیزا را دو در جان مهاجرا برای شما روان کردگیان در حقشان دعاگو باشین همیشه مایلش؟ اپای شورما شوهر شما معیوبی گروه دویم هستن همه چیزا را در شما مهاجرا روان کردگیان بچهای غریبه که در مسکن در مهاجرتن همیشه در نمازاتون در حقشان دعاگو باشین اپا جان ما همسری بارانوف بهرام جان صاحب چند فرزنده شوهرتون گرفتار کدام بیماری روحی مفصمی با ارو بکشن فقط بهار و تیرمو کسلاشون اوج میگیره ها همه آدمایی که همه چیزا رو رای کردن غریب بچه ها هست بعد تبوبت میکنه همه چیزا رو غریب بچه ها رای کردن اپا جان در حقشون دعا کنه شما همسر محمد شایف نورالی معیوبی گروهی چی معیوبی داره؟ پوش معیوبه بچه تون هم مزهش نیست نه؟ نه شرایطشون به نهایت شرایطی وزبین در قرار دارن همه چیزی که آوردگی من پجام مهاجرا غریب بچه ها روان کردگیان دورای وطنن دورای پدر مادرن درخشان دعاگو باشین گل
شما شوهر جدا شدگی صاحب دو تا فرزنده نه مادری تنهایی همه چیزا مهاجرو همه خیره مهاجرو کردگی اند شما ده حقشان دعاگو باشین حقشون دعا کنه در نمازاتون دعا ای خانم خانه در هر سمیگه کارتیران اینجا خونه اختون نیست با کارتیران تجارا نشینه شما شرایطون باز بینه ساتون پیگیاره میتون با مردمی همه چکو شرایط مردم یادم میکنن کجا ما کار نکنم یا جدا نشیم فقط 24 ساعت در نم خانشتگیم همسایه یادم میکنه خش تاورو یادم میکنه نه خیلی هر ماه 5 اینب شما شوهرتون بیمار است کار کردن نمیتونم صاحب 3 فرزنده نه شرایط زندگیتون وضبینه همه چیزا را برای شما را مهاجرا غریبا روی کردن بچه‌ای که دور وطنن داغشون دعاگو باشین در نمازاتون اپا جان شما اپای سنابر نه ما فهمیدیم که شما فرزندی معیوب دارین اپا جان همه خوراکه را مهاجرا غریبا شما در روان کردن داغشون یاد دعا کنین اپا جان در نمازاتون و دور وطن دور همسر زندگی همیشه دعاگو باشین داغشون خدای خداوند هر کسی که دست یاری برای معیوبا دراز میکنه خداوند همه وقت نظر الهی شبه همه یاردمشو برسانه وی ها که ما را یاد کرده خداوند وی ها را یاد اپای زینورا شما شوهرتون گذشتگی صاحب 6 فرزند با یک فرزندتون قرض کرده از مهاجرت روی کردین ما فهمیدیم ای حال شما با خبر شدیم همه چیزایی برای شما مهاجرا غریب بچه‌هایی که دور وطن دور پدر و مادرن همون راون کردن اپا جان در حقشون دعاگو باشین اپا عبدالرحمن شما در کدام بزرگ عربه میکشین در بزرگ اون عربه میکشین یعنی خاک زمینک دارن توالت حمام هیچی نداره نه چی ندارن چند فرزند داره 2 فرزند داره همه چیزا را در شما مهاجرا روی کردن در حقشون دعاگو باشین اپای گلدسته ما فهمیدیم که شما پسر ندارین نفقه خورین انا دخترچتون جدا شدگه و چند فرزند و 2 فرزند در خانه شما همه چیزا را مهاجرا در شما روی کردن در حقشون دعاگو باشین همیشه خوب صاحب چند فرزنده 11 فرزند دارین ما فهمیدیم که شرایطون به حد وضبین بود 2 فرزندتون حاضر کی دادگی نکجا خسر بچه‌تون دادگی حاضر 9 فرزند دارین شرایط زندگیتون وضبین شما خودتون بیمارین کار کردن نمیتونین نه مادر عزیز در این آوها در این شرایط قرار داره حد وزبینه تلک نختون گذاره اپا جان خوجه و خدچه اپا جان شما چی مشکل دارین اپا جان؟ واسه یتیم دارم بچه ندارم شوهر مردگی در خانه خودم زندگی میکنم شوهرتون گذشتگی خودتون چند فرزند داره؟ من 2 دختر شدم 2 دختر داره با دخترتون شوش گذشتگی مردگی 3 یتیم دارم باید دخترتون جدا شدگی دخترم شوهرش جدا شده چند دقیقتی؟ 3 دقیقتی باید 3 دقیقتی همش در خانه شما زندگی وزبین قرار دارم شرایط خانه مادری عزیز مهربان در همه اوها زندگی کردستیم اپا جان همه چیزی که هست همه را برای شما مردم مهاجر روی کردن درخشان دعا میکنه این کس سعید فهلیدین معیوبی گروه چند اپا جان؟ در خونه فقط یک تا معیوب داره نه؟ یک تا معیوب
همه چیزایی که میبینین اپاجان میره مهاجرا رو همون کدگن در حقشان یا دعا کنین اپا. اکای رستم ما فهمیدیم که شما بفرزندین هر ده حقتون تو قاکین همه مهاجرا برای شما همه چیزا رو روی کردین در حقشون دعاگو باشین. یا دعا بده. اپاجان شما نامتون شادمان و دلافروزه یا مادر همه دخترک. ای چند ساله خواهر ما؟ تولدش 97 نه؟ همه چیزا را برای شما مهاجرا غریبا روی کردن در حقشون یا دعا کنین اپاجان. ما مادر سالیه و حاکمه دخترتان مایی بگوری چند اپاجان؟ یکم همه غریبایی که همه چیزا را در حق شما روان در حق فرزند شما روان کردن در حق شما یا دعا میکنن اپاجان. اپاجان فامیل نامتون چیه؟ شربانه. چند تا فرزند داره؟ 3 تاش گرفتاری؟ امیر و خولما. اپاجان شما در کجا کار میکنه؟ در کجکپه. ای کدام نوحیه؟ ای نوحیه یوان. شوهر داره؟ نه نابیچ دیگه. چند فرزند داره؟ 4 بچه دارم. بچه‌تون همشون بالغن؟ در کجا میخونه؟ در مکتب اینترنت. در مکتب اینترنتی نوحیه یوان. این خونه اختونه؟ نه مجرد کوارتیران. اجاره نشینین در اینجا؟ ای obshishi اجاره نشینین. همه چیزا رو در شما غریبا روی کردگی هم مهاجر در حقشون یا دعا میکنین اپاجان؟ من اون خونه خصوصیت در خونه مادر 9 سال شد. ای شوهر کمدگیم. نه اکادرم نه دادر دارم هیچ دیگه کردن نمیتونم نه. ما میخوایم که همه پسر ما قطعی خودم دستگیری کنم. همه چیزایی که دستگیری کرده آوردگن همه را مهاجرا در شما روی کردگن در حقشون یا دعا کنین اپاجان. خدا اونشون درست کنم. خدا چی مورد دارم به مورد مقصدشون برسه پروردگار. گیره نکنین اپاجان همش میشوه انشاءالله. من در خونه مادرم یک خواهر کسلی دارم همون قد شوهرش نگاه میکنم. شما گمتت کار نمیکنه؟ نه همون خونه شید یا ازم تو کار میکنه تمام. همون مهاجرای که میره روی کردن همه وقت در حقشون دعاگو باشین اپاجان. همه وقت دعا میکنم شونه خدا جان نگهبانشون باشه. چی مورد دارم به امرو مقصدشون برسم. مایرم بی دریا اولا چند مایی بین اپاجان؟ 4 2 تا فرزند خونه یا؟ تا خودمونه یا تا خسین بیمه یا تا هیورتو. در امی یک خونه سکسیه در چند کسی یا چند؟ 3 اجرا 3 اوله زندگی داره. 3 اوله زندگی داره. سلمت زوده مایرم بی. اپاجان شما چند کودک دارین؟ 3 کودک داره. چند شما با اپاجان؟ 2 تاش. 2 تاش مایه. مادر عزیز مهربان همه چیزایی که آوردم همه را غریبا در شما روی کردن مهاجرا روی کردن در حقشون یا دعای نیک میکنه. و ماه شریف رمضان هم قریب است و در این ماه شریف رمضان هر یک برادر و خواهری را که کمک میکنیم دستگیری میکنیم ان شاء الله از جانب الله سبحانه و تعالی اجر و پاداشش دوچند زیاد است. برای همین کوشش کنیم در ماه شریف خصوصا در ماه شریف رمضان بی‌طرف نباشیم.